سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مردمی سامونیان. امروز روز دویمی کارهای آبادانی نوروزی است دوستان. امروز نوبت محله ریامود که پایان بوده است. روز دویمشون است که در اینجا کار کردن. خرد و بزرگ همگی در همین دسته جمعونه کار کرده ایستادن دوستان. قسم کارشون برکتیت که همین خیلی واقعا لایق تحسین است که همین خیلی کتف به کتف ایستاده در کارهای آبادانی همین محل و دیار پیشرفتی میکنند. کسی که واقعا در این کارها دست جمعی اشتراک میکند لایق تحسین است و روزه نگاه نکرده خرد و کلان همه در همینجا دویم جوی تازه کردن، درخت زده ایستادن تو اینکه اگر همین جوی هم به ترتیب باید دوستان. یعنی خداوند کس کنه که عبدالکریم هم برکت که هر سال همین راه ها را میکرد هموار میکنن. هر سیزانی همین بهار میشد راه ها خیلی وزمین میشد ویران میشد و گفتی خدمت که کراپی تو و این هم خیلی راست میکنن. در پرتوی سپارش‌های اساس‌گذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان بهر آبادانی وطن بخشیده به عید نوروز ما یک گروه ساکنان جماعت دیهات مسیحا محلی ریامود 2 به حشر عمومی خلقی ریامود 1 به حشر عمومی خلقی برآمده راه را آباد کرده ایستادیم. امروز در این حشر اکثریت ساکنان محله قریب 95% حضور دارند و ما آنجای که به ما موافق نقشه تقسیم کرده دادن ما امروز فراخت تمامش میکنیم و در پناه دیگر سپارش ها هست که اون سپارش ها رو نیز اجرا میکنیم برای بهر آبادی پیشرفت وطن. بهر آبادی و پیشرفت وطن محله ما همه وقت صرف خود را میگذارد و چی سپارش و دستورهایی که از طرف جماعت محل و همچنین حکومت ناحیه میشود محله ما بچون و چرا سپارش ها را اجرا میکنیم. کارهای آبادانی در راهی بین صحرای عقیده سامانی کسب کاراتو برکته دکتر خیر قریب آمده انشاءالله. اینجا مردم ریامود که دو راستی گپ کمی دیر اومدیم پیشی کاراشون خیلی اخیری کاراشون ماندگی است امروزش با پگاه خدا پاسشو خدا خد دم گرفتی سازم من چیزی نمیکنن دیگه هم زهاد کار شده شده که محمدی صبح نمیشه همون خدا دیگه میشن خدا همون محل که میگه گاز نمیشه تو شما گازی داره ما انا بابا دیگه میگم ها محله ریامود که دو
السلام علیکم. و مونده نباشه همین آب بیرون کنید که همین شوفیور رو قیمه بنده همین آب. احمد مونده نباشه. کارهای آبادانی در دیار ما سامانیان در اساس پرتو امر فرمایشه محترم جناب عالی و اینچنین رئیس ولایت و رئیس ناحیه و امام خطیبان و رئیس جماعت فرمایش دیگه است برای این دیارو. همین مردم همین دیار همین چیزا برای خود پیشه کردن. خانه همین بزرگا را در زمین گذاشته دست جمعانه رو دو طرف راه ها را جوی ها رو اینچین درخت ها را یک ترتیب آورده استدن تا اینکه یک عبودی دیار شد. این هم راه عبودی دیار است. البته کارهای نوروزی است. برای رمضان همه با دهان روزه هم باشد چی 1 ساعت 2 ساعت هم خیلی دست جوانو کار کرده تازگی کرده ایستادن همین جوی و گرد و اطراف راه ها را دوستان. هایی تو چوکر ساده یا تو شکر کورم کار ساده داخی جوانور هم کور کار ساده با سلام و درود هواداران کانال بلاگر مشهور جماعت دهاتی مسجد و محمد جان و شما چقدر که دیده ایستاده‌اید و ساکنان جماعت دهاتی مسجد اخیلی سامانیان نقطه های اساسی پیام پیشوای معظم ملت را سرمشق کار همیشگی خود قرار داده. امروز با دل جان برای استقبال جشن نوروز بین المللی یک دلانه و دست جمعانه گرد اطراف جوارهای صحرا را تازه و آزاده نموده ایستادند و امیدوارم که امسال نوروز در تمام سراسر دنیا با شکوه جشن گرفته می شود. با مناسبت همین استقبال نوروز بین المللی نوروز عجم ما همه یک دل و یک جان اینجا جمع. تشکر زیاد. سلامت باشید. کم 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 نخواهی یار ما برام دونم چخیله هر پناتو بخورم
من سلام باش آها جان أنا أعرف أنت إنجينا. خلاص يعني نقدر راح نخسر.